خدایا پیش از آنی که این امانت را از بدن ما جدا میکنی، خدایا توبه ما را به درگاه خود قبول بگردان و خدایا پیش از مرگ ما را مرگ با راحت بگردان. کلمه های بزرگی طیبه و شهادت را بر زبان ما خدایا رانده بگردان. بعد آنی که ما را داخل قبرت میگردانی، خدایا قبر ما را مثل خانه همان قبری با راحت بگردان، باغی و باغهای جنت دم مبدل شان بگردان و از عذاب دوزخ خدایا این جمعیت ما را نگه بدار. تکلیف خیلی از برادرهای زیاده تکلیفهای زیاد کردند که در باب قیامت صحبتی شود. ما خواستیم اولا از اشراط این قیامت، از علامتهای این قیامت، پیش از آنه که قیامت بالای ما و شما بیاید به خود یک علامتهای دارد، نشانه‌های دارد که باید که ما از اون زینه‌ها میگذریم، بعد به این واقعه خیلی مدهش و وحشتناک قیامت است روبرو میشویم. میخواستم این موضوع را امروز در مدت 1 ساعت به سمع شما با همین علمی ناکافی خودمان برسانم. هر سحر برخیز ای دیل، خدمت جبار کن. هر سحر برخیز ای دیل، خدمت جبار کن. گر توانی بعد خدمت گریه بسیار کن. گریه و زاری عجب سرمایه درگاه اوست، هر دم صبح سعادت خیش را بیدار کن. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اذا اصبحت معافا جسدك آمنا فی سربک. پیغمبر خدا میگوید وقتی که شما سحر بیدار میشوید، چشمهای خود گشاده که میکنید و نظر میاندازید که دستهای شما حرکت میکند، پایهای شما حرکت میکند، خلاص همه اعضای شما در جای خودش درست واقع هست. نظر به کلبه خود میکنید، کلبه شما به یگان واقعه، نه سوختار شد، نه بالای شما چپه شد، بلکه صحت و سلامت